عنکبوتی یاره دل بر دیداره شنگ نمت یاره دل بر ایرانه دل نمت ایرانه دل بر نه نه دینگ لبدی دینگ له بکلبدی بیل لبی دو بکلبی دم جین لبی دو بکلبی دم لبی دو بکلبی دم لبی دم لبی دو بکلبی دم لبی دو بکلبی جیم لبی دو بکلبی جیم لبی دو بکلبی دم لبی دو بکلبی دم لبی دو این بطری تو کی ختم میشه که تو چوب کنی؟ ها؟ بکلبی دم لبی دو این بطری تو کی ختم میشه که تو چوب کنی بشینی؟ بکلبی دم لبی دو ما از تو پرسان کنم دیشب بخونی شما چی پخته با حالا دیلی لبا بابا بابا دیشب مادر تو بخونی شما چی پخته پوری عقلی هم که بود اگمو هم به خیر خوشی به نظر من هیچ چی شده دیگه همین پوری حافظی هم که به تا کله تو بود به نظر من هم به خیر خیریت پاک شده دیگه اصلا هیچ چی نمونده ایلا رستی به خیر خیریت دیوانه شدی والله دیوانه شده یکی تو کارا نمیکرد کمی بیتر نه بابا چای میای شیش پره کلوخ نقلگی بشمل کلوخی فایده به پیش تو برسون بشینم تو هم لاره خورده داری و گپم هم نمیفهمی که تو چی میگم اعصاب یک پوری بمونده به تاثر تو ها نه خلاص به خیر خیریت انا لکم به هر دکتر که ببرم به درد تو دیگه نمیفهمه Villaggio di servizio di soccorri Villaggio di volare vedi che mi senti un braccio dello fortissimo giocavo come io Adi sikine gila چکاره نترسیده باشه جنین خود خوب لحظی نشون نداده باشه گیلا نابغه چکار شده بیخی به سرتی زده گوسفند بچرانه به خیر خوچی همی پولی آفیده رمه دست دادی گو بچرانه گوسفند دیارن گو بچرانه خر بچرانه به گوسفند تازی کله کختنی تو غیر 4 پوله مغنه که بیختی شده این چی نبودم این چی شده بخیر گیلا علفا مرگو خورده گوا مر علف خورده علفا مرگو خورده گوا مر علف خورده علفا مرگو خورده گوا مر علف خورده گیلا اول شی بیتری اولو گوا مر علف خورده خلاف مر علف خورده علفا مرگو خورده خرا مر علف خورده گوا مرگو خورده خرا مرگو پاک بشیم آخر دیگه لک پاک سرقی شدی هیچ چیزی هم بابا سات پاک بود شده
گله گله غزیبت در آمدیات و کام بیغی نگه خر مار علف خورده گوه مار خر خورده خر مار گو خورده شغالک بخورده شغالک گوه بخورده شغالک خر بخورده خر شغالک بخورده خر شغالک بخورده گله چیز میدی خود خوبتون ماردوزمایی چیزی دیدید بترسیدی ما چند تایو گله قالی ما چند تایو یعنی من نمیشناسی ها گله من نمیشناسی رفیق ما و تو چند دفعه مرغ جوندیم به یادتونه بمردیم بفرختی خودی هم بفریشیدیم اونا رو دست نکدی که کنو گردن ما بند باشه ای بترسیده گله دو همین دیگه خواهد شد تا سبا گله کجا برم توی خونن نقطه گله گله خدا چه کار کنم میره کجا پیدا کنم گله پیشم میدو گله چه کنم چه کار ماما شاگل کیر صدا میکنه رمزون جو بله همین گیلک بچه من ندیدی نه دیدم من نه به کجا بده یه اصاب خورده دست داده نمیفهمم باوزه جوی نفتاده باشه این به کالا کجر نفتاده باشه چکار کنم مثل پارسال یعنی اصاب پادست این بداده سال یک دفعه رمزون جو همیتا میشه ما هم نمیفهمیم که چی وخیر میگیره نمیتا یک دفعه خونه میذاره بیرون یک هفته گمه ماما جو خوره بومدر چیزی نندازه آخی شما همه زن فکر کنیم بیترین دکترها ما و شما از حساب می تکلیف حساب به می شهر داریم میفهمیم که سال یک دفعه میگیره پیش از اینکه بگیره ببریم یک نسخه دوای بزی بستونیم خیر خیریته چه ریت شما کنه فعلگی میکنه آخه رمزون جان یک دفعه میبینی به سر بهار گریف یک دفعه به تموز گریف یک دفعه به تیرما گریف ما وقتی نمیفهمیم هم موقعی هم که بیخیور میگیرن که امال کم کن مشکل حساب داره ببریم بزی نقصه دوای میدن آرامش حساب داره دعا داره آخی حال درک را کجا بزنون نمیفهمی من چو ندیدم اصلا دیروز 3 روز میشه ندیدم چه کار کنم با کجا برم میرا کجا پیدا کنم بگردی میبری بره حال خور بمی چامای ننداز حالی که چام به سهرا زیاد شده هر چیز دست به سهرات چا سولری هم مندازه خور به چا فکر کنیم اینجا جامایی بری بره بگردیم خدا هیچ کس مثل ما میتونه نکنه فکر کن خیره دیگه چی خواب نصیب به سر قسمت بکنم. شما می رو به طرف سهرا ما نریم اون جنیه او طرف این طرف سهرا همسایه رمز چی کجیر نورالله اینا بپالین شهدی بر باشه نه به خدا بلکه پیدا کنم بریم ما بگردیم بلکه باشه باز مثل پارسال همی که اصلا خراب شده میرا کجا پیدا کنم کجی بله میگو همین گیلا که ندیدی چرا خیریت باشه این اصاب خود دست بداده یعنی 2 3 روز میشه که نمیتونم یک سر از اون سرا بیرون میشه میزنه به کوچه ها میزنه تو ندیدی لالا همون شگو ای همی بین me گلک بدیدون گلک 20 ساز و 20 دول همی که به هر طریق و به هر روشی بود میرختیدون یک رقم کارا عجیب غریبی میکرد یک رقمی بود گپ نزد هرچی از اون سوال کرد و هیچی به هیچی این نگی چه کار شده ما بشگو ماما این سال یک دفعه همی مرض به سر از این میاره ولی من نمیفهمم که این به دکتر هم که ولی وقت از این که دو بوج میگیره این مرض که این به تیرمو میگیره به بهار میگیره به تموز میگیره به زمستون میگیره هم یک دفعه ناسندی خور میزنه به کوچه میزنه قش کشیدن و این ماما شاگل شما یک کاری بکنه این که وقتی میبینی میشه این به خونه بسته کنه این نقذاریم بیروشه
این همیت بیرونش یه دنگ به چای موتوری به یه بلای شما میندازه. او وقت دست و گساله به شما چاق میکنه. چیکار میکنی؟ خب حالا داد بازی بزن که تو او به کجا دیدی؟ به کجا آره به تا زمین و تا زمین به شفتلی ما بیده غر میزن. هر کار غر میزن؟ ها گردنه با بیلا تو بیامدی دیگه نفهمیدی کجا رو؟ هم هر کار کدوم که هم مادی خودی خونه کلمه دیو کنه ما مشاغل داد نداد. اونی برین گله کار داریم ببریم سرا. خب ما برو سه کنم همونجی هستی یا نه؟ یا آره به می سرامونه بری. خب برو بری کنار چه موتور ما همونجی من سر چون خشیده بود. ها من تا زمین بود. بریم بیاری بابا. وقتی تو خبر داری بچی تو همیت دردی داره همیت اون میگیره دیگه نقض او از سرا بدرشه. اگه یکی به بلای نخچی به زیر یک موتر شد به یک چای افتاد او وقت انال گل بیار شطور درست که او وقت به بلای در میبینی.